رشته دیدم به خوشایی رفیقان که به خونه جگر دیو سپید است مرا چنگ نکشونه به راه صورتت را رنگ و رویت را رنگ و رویت را نه تو بیرنگی من بوده که از رو برود خدا خیلی گرم آورده. شهر چهاره برای ما 3 ساله ما اینجا هستیم و چند تا دوستانمون البته از خود مرز که ظاهرهایی که اومدن مرز خود ویزدان چهار باز شد باشه دوستانمون خیلی خوشحال شدن که ظاهرهایی که قبلا از میرزه‌ها میرفتن حالا مرز خودمون باز شد مرز میزدان. تقریبا 83 تا ظاهر میدن نمیدن چجوری اینا متوجه شدن که اینجا یه حسینی هست به من گفتن بیا مشکل ما اینه دیگه دوباره 6 صبح برای که دوستامون هم هنگ کرده بچه چهار تا اون بیاد اینجا میرسه دیگه رفتم 6 صبح رفتیم بنده خدا را گیر آوردیم و گرفتیم و پول هم ازش گرفتم و 8 صبح اونا به پرواز ارتش فرستادیم رفتم سر مرز خیلی خوشحال شدن کلی سوغاتی و از اون کربلا واسه من آوردن هم رفتم اون از اون بر سوغاتی آوردن حالا هر کسی از پاکستان میاد دوستایشون میان واسه ما سوغاتی میاد ما واسه ما باید حال سنت همه چیز در بچه حال سنت باید تشویر اینجا با هم کلی مراسم خودم 3 ساله متوجه شدم خیلی چیزای دیدم همونی که خسته نمیشم هم یه حسینیه هم بیرم به کار خودم میرسم هم بیرم به ظاهره پاکستانی شبه میرسم که خودش نعمت شده
کمی که سلام. روایت یعنی چی؟ بریم تاقه رو یعنی بندازیم. شما میتونی یه بلاگر باشی و با بیانت یه رویداد رو بگی. نبود که این شو تکیه. بیا ببینم بابا. ماشاءالله. هی خدا. خب بچه ها، شماها رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یارو نگهدارتان. خوشحال میشم کانالمو لایک کنید، بازم به کانال رفیقتون یه سر بزنید. اینه کارگاهی که کار میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. موقع از اون هم هست. بسم الله الرحمن دعا میکنیم همیشه الرحیم. خوشحال و موفق باشین. خدا نگهدارت. الحمد لله رب العالمین.